امروز اومدم با آموزش یقه فانتزی. بریم با همدیگه ببینیم. برای این یقه من از تور استفاده کردم. ابعاد 17 در 105 سانت. اولین کاری که میکنیم باید تور یا پارچه‌ای که داریم رو اتو بزنیم. آموزش پلیسه کردن رو توی پست قبلی براتون گذاشتم، میتونید برید ببینید. به صورت خلاصه هم اینجا توضیح میدم. تور یا پارچه‌ای که داریم رو با دست پیلی میدیم، سوزن میزنیم که ثابت بشه، بعد اتو میزنیم که حالت پلیسه‌ای پیدا کنه و فیکس بشه. از قسمت بالا 5 سانت علامت میزنیم. بعد از اینکه 5 سانتا رو علامت زدیم، سوزنا رو باید در بیاریم رو پارچمون رو جدا بکنیم. چون قبلا اتو زدیم پیلیامون فیکس شدن، ولی برای اینکه دوختمون راحت تر باشه چند تا سوزن هم به صورت افقی قرار میدیم که تای پیلیامون باز نشه. به همین صورت پارچمون رو زیر چرخ میبریم و اون 5 سانت رو دوخت میزنیم. به این صورت یه ردیف دوخت زدیم. الان وسط یقمون رو مشخص میکنیم. یه نوار هم میخوام روی یقم بدوزم. وسطش رو مشخص میکنم. وسط نوار رو روی وسط یقم میذارم به این صورت. نوار رو خوب فیکس میکنم روی یقه. بعد بالا و پایین نوار رو دوخت میزنم. ببینید دقیقاً بالا و پایین نوار رو دوخت میزنم که کامل نوار فیکس بشه به یقه. طول نوارم حدود 90 سانت از دو طرفش اضافه میاد که دور یقه گره بخوره. بیس یقه آماده شد به همین صورتی که میبینین. حالا اگه دوست داشته باشیم میتونیم روش رو سنگ دوزی بکنیم. شروع میکنیم به دوخت مرواریدها و کریستال ها. سعی بکنید فضاهای خالی رو پر بکنین. من از رنگ‌های متفاوت استفاده کردم که کارم جذاب تر بشه. به همین صورت دوخت رو تا آخر ادامه میدیم. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال من رو سابسکرایب کنین و روی زنگوله بزنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.